گیلا بیا یک برار اینجا بده. منو منو بچین منو بیار منو زیر پایه. سیه گیلا برو ده کار کنه. خب چه کار کنم؟ امروز دیگه دیمورو نانه به خونه داده رفته. تا کسی پول همین شخص دیه. خب نظاره که چی میگم فقط هم که اسم پول میبرم مثل گرگ که خور بر رمه میزنه همین تا خور به واسکات میزنه. خدا چی میگی بگو دیگه چی میگی بگو دیگه چی میگی. سدیر برو از این سر خب شرطی زودی بیای. نون هم بست تو یک اندونه هم بست تو بیاره. خب اندونه همیدی ها چه خویی هم به دری پی بخرک بیاره که اندونه این دیگه چه خوی نیه که بابا چی بشکنیم بده من اون اندونه بخوریم. نه نیه دیگه دیگ نیه دیگه گفتک نه صبح گمه میدم شما به فکر که یک چیزی بشن دیگه به خونه داده را کریگرا چی؟ آخی اونا که خرج اینا بجا هم خود اینا ما اجاره داریم زودتری بیایی اونو به جمانی هم ها تو سه که غیق میکشه که مرتکه بشنه شما اونا کار دارن ما کار داریم زودتری بیایی که همین کار عباس اینا خلاص که این پولکا خورا پیار از این بست کنه. چاش خوبه اندونه و 60 تا نون 2 تا نون بست تو یک اندونه یک چرخوی اندونه نون خوبه گیلک زودی بیایی گیلک خوبه دیتا نشه که با سرسه به روز بیایی من همینجا گوشنگی خور بخورم حتی 20 خمسه میام دیگه. خب میایی زودی بیایی یعنی خود 10 دقیقه را نیه رفت آمد. ماما خلیفه شما چاش به جمع مانیم شما به فکر نون با خوبه شما یک اندونی من نمیشه خب بگم دیگه با خور به خلمان اندازم شما به جمع مانیم به جمع خود خونیم ما امروز چاش به دونه میمون شما نه بله ها البته دیگه هتل نانه منه بابا به سیر نمیشون با خدا اگه تو باشه همه لکه به ترا میخورم یک اندونه با ما بستانه پس دیگه من میتونم خود خور بیارم برو گیلک یاده که گفت مفید داری بیایم شروع میمون ماشین پس دیگه اگه شما سختایی خیر بینی خلیفه جان خیر بینی خونه آباد حالا شوروا مرغ میخورن شما هر شوروا مرغ میخوری نه شروع کوکستوه الهی در بگیر ای زمانه دیگه نمیام به ملک کسی بم یار خوشیشته نتانه دیگه نمیام به ملک لای خانه ای شیطون خراب شد. کجا میری؟ بله عباس اشتنی جانجا ده کجا میری؟ تو با باغچه کار نمیکنی در وقت؟ بابا کجا میری ته؟ منو به باغچه بفتونی نونه استوندی؟ نون هم استوندی؟ چرا نون نمیان از سرا؟ نه امرو دیگه ما دومروه نه ما برفته به سرا دادیمه امیر بگی شونه ما پله شد عجب این نونی هم استوندگی له چه کاره؟ ها؟ شونه پله شدم چه گیل جو؟ کارگرا کار میکنم کی؟ کارگرا ما ورق ندارم مرزون تو کارگرا دیگر تو مرتککا یعنی کار میکنن خوبه گیل جو بگیر این دونه برو بخیر برو زودتر برو دیگه کارا خور بکن چی؟ زودتر برو باغچه دیگه بازار نشو برو بخیر بری سواد داری که بکنی برو گیله که برو تخم نبستی تخم ببستی
بفرماییم اندونه نوش جان کنیم. چه گفتی؟ گفتم بفرماییم اندونه بخوری. خود کی داری تو؟ بله. خود کی داری؟ خود کی؟ خود کی داری؟ خود شما. تو چی میشناسی که تو مصادره میکنی به اندونه بخوری؟ خود نه خود میگم تو شرمایه نمیکنی. خودتون میگو تو شرمایه نداری. خاله جان من خوب مرد خاله جان. ساعت تو بخواه که برسیم تا ساعت بزنم که تو یک مگه مگه سبا چرداست و گم نشه. تو ببین تا رو بشیستی به مردم مطلق میگی. تو شرم نداری. شما مطلق میگی شما مطلق نمیگی. میگی بیایم اندونه بخوریم. شما زن پیار منه که من مطلق میگم. اکی برو برای اکی. اکی. مرد به جون اگه تو بخواه چه بخیر. اکی برو. اگه به مردم مطلق نگو اکی. بیا بید اینجا کجا شیشتان هر کس تیر میشه. چی را؟ تحریر تو سیکو. تو زنکینی؟ با تو چه که من زنکینو؟ چی که داری که تو به زن کن مردم مطلق میگی؟ شرم نداری تو؟ اکی برو بخونی خب برو. خب ما گفتم بیا اندونه بخوره. اندونه بخورو؟ ها. هنو لسه که اندونه نخورو سابه. همین میگی بشی. سارا تو بزیر خوک شه. کمارا تو بشکنه بخیر که دیگه به مردم مطلق نگی. خاله من گوشنه من بند کردم خودت. خاله جان خاله این به صدری پیو شد. خودش چخی صدری پی شده. بخیر خوشی اینا آروم شو به تو بخیر خوشی گوشت مرغ مرده شه. خاله بیاره تو خجالت نمیکشی. به سینی به پرپر زنی خاله بیل ندارم. به خدا تو بگی بیل داری اگه لنگ همه بیل داشته باشی. لنگ به تو بیل ندارم آرام باشه به تو. سر نهانی نیم کاله سر. و مزدون که به خود از این کارگرها که به طباقچه اینجا شوربا میخوره. کارگرها که شوربا داریم ما از زیر گشته شدی بیدم آرها نتونستم اندونه بیام قوات می نکشی گفتم باشه خود سیر کنم تا بسات نامه بلم بدم بزرگ این مثل زن کی بید مدر کی بید کامه بخورم مختار زود خلاص نشی غلام با هندونه میخوری قول که مدرم باشه جانجاره یا خوشحاله شکر فعل خدا میگم یا بیکاری به هم بیکارم هم دیو هم بیکارم هم نیمیه اشتنه مثلا گوی وقت کار رو دارم گوی وقت کار رو دارم خاطر این باغچی ما که هستن کارهای کم مونده یک پاککاری ما یک گفتم تو یک کمی پول میدیم باغچی یک پاککاری اساس میگم که بیکاره به خاطر اینکه خیلی بده صحیحه درسته هم کارا باغچه خلاص نشه ما میام به درس راشو کم مونده بفهمیدی برای که دیگه اونجا بیل هم میدن جاری هم باغچه یک تمیز بکن خاطر آماده شه صحیحه چی شد جواب خیلی میگم سلامت باش خاطر تو هم صداقت کاری بفهمیدی زنده باشه سلامت باش پول که میگیری جای کار میکنی کار خورم تو کار اساسی میکنی حتما دیگه با همین دایم همین رقم بوده همین نصیحت کرده گفته کار میکنی زیر بخوالو ای خیلی بینی سلامت باش خیلی بینی صحیح غلام گیلک و براری همونجا خاله که دیگه اون باغچه کار اجاره بدادم برای نا ای کار میکنم خوبه چشم واسه که بیکار بودم گفتم این باغچه تیار کنن دست در قرار بود که شما اوزی تیار کنید تیار کردی کارا خلاص کم مونده بگم یک چیز به قول بده چی گاهی وقت کمی هوا خیلی گرم بشه بری باغبون خوبه که دم باشکه شما بیا مثلا در بسرو بر بسره حداقل وجی کمی بزی کن انا گیلکم بیا خب مشکل نداره ما بریم میگم خدای سر تو والا میگه خود چیه سلامت باش هیچ گپی نیه بیلا گیلک تو از که به سر آب خود میگردی ها تاله با باغچه نرفتی تو چی؟ تاله با باغچه نرفتی همین که من اندونه یک دفعه ما چون اندونه پیش می چی شد مشکشی ما برفتم به سرا پس بیا ماده معنی تو تاله با سرا اندونه ما چون چی شد نشته چی شد همین که به دست میبین اندونه یک بار مفقود گردید دیونی اندونه به دست نشته گم میشه ما چون هم یک نفهمید اندونه مشکل نتونستی سرگی لا شکر زنده بشی ای خوش اندونه رو کجا بردی؟ این مادر رو خوب یافته چی افته؟ اندونه
آنه گیلا مسکین نه پیش تو گم شده مادر غلام من که یافته میفهمی گپ چیه این که این مدار از این مدار تو بوده کی مادر رو بوده همین که اندونه بیافته آقا مادر به داره بیافته تو هم یک گندونه وش کردن نتونستی چی؟ مادر مدار از این آل راست خود بگم حضرتم دروغ میگفت یا با مدار از این گفتن که چیز خاله بیاییم چیز من چی میفهمید مدار غلامه گفتن خاله بیاییم اندونه بخوریم یک بار 3-4 تا لغت عمل بزن پس تو با مادر رو مثلا گپ بگو با طلاق گفتی یا انا مدار از این اندونه رو بردش ببرده با تو این نگاه خود کله گنده خیلی جزای تعمیده تو خجالت نکشیدی بابا من گفتم خاطر قوم خشتری من گفتم البته زن پیال قوم سدینه دل ما سکتار ما تعمید جایی تلقات کنه که تو دیگه تو بشه که دیگه پا بدی تو چرا مدار تو بیام اندونه من بردش بخوده حق تو بوده میکو همین کار حق تو بوده برو این نمیشتی خلیفه صاحب کار مامال برو غلام جو خلیفه برای مدار از گنده تو بخوش توش تو متلک میگی بزنم بابا من طلاق چی گفتم بابا میگه نه گم شد آنها تو برو تو رمضان تیار میکنه بیا جلوش برو خدا تو کاری واسه کنه دیوانه برا برو غلام جو با خدا مدار تو رو من میشناسم خوب فهمیدی میرم به تلویزیون به تقل اعلان میکنم میگم مدار غلام دزده برو بابا کبر آقای سه خود تو بره خدا غلام دوسته خود تو دوستی خیلی غلام جو برو بابا برو نونم بخور برو 3 ساعتی ببین سهرا میکرده بخور کجا بیدی لالا؟ نه اونه بودم میرم چرخ تا بخچه خوبه ما مهم رو به شهر بریم چرخی سکو جان هم کل پیش ما هست امی پولار بده برای رمضان رمضان بدم 1000 بگو برار میگفتم اینا باز به کارگرا میاد چیکار میکنه خب باش چش ما میرم به شهر بگو تو بچی با باغچه بشی دیگه جمع باش نالا بریم خیر خوبه بله خدا خدا حافظ شما